جو در اکران سومون محمدبکوف پهلوانی 22 ساله تاجیک بر مقابل رقیبی 21 ساله‌اش ارمن آگایان را نشان میدهند. تامورا مربی سومون است. گالناو باشد مربی ارمن آگایان. جیم از کره نبرد سومون و ارمن آگایان را حکمی میکند. سومون محمدبکوف عنوان قهرمان جهانی جوانان را دارد. 2019 هم به این مقام رسید و در گرند سلم یک مرتبه نشان برنجی به دست آورده است. این بار دوم است که در تاریخ هنرنمایی خویش سومون برای نشان برنجی گرند سلم، هرچند در قهرمانی جهان سومون بسیار هنرهای زیبا نشانده است. 2018 سال در یک مسابقه نوجوانان این دو پهلوان با هم رقابت کرده بودند. خب اکنون سومون دوباره با رقیب پیشتره خود مبارزه می‌بردد. حالا هجوم های هر طرف. سومون قدش بلندتر است، امتیاز زیادتر دارد، باید از قد بلند خود استفاده برد و در نبرد بهره به دست آوردن این نشان بیشتر کوشش کند. 21 ساله پهلوان روس آگایان ارمن حرکت های پهلوانان به هر دو جانب است. بعضا حالت حرکت های سومون پیشگویی ندارند. بسیار حالت های خوب هم دارد که در نبرد خیلی خوب درخش میکند. تلاش سومون آگایان سومون را به زانو می نشاند، اما این شناندن با زانو برای سومون اونقدر خطر ندارد. 1 دقیقه سپری شده است از نبرد و حالا هنرنمایی دو پهلوان 73 ساله ادامه می‌یابد. طریق دست چپ سومون از گریبان راست داشته است. آگایان باشد خود را از حرکت های سومون محمدبکوف نیز حفظ میکند. در وزن تو 73 کیلو هر دو مبارزه میبرند. یکی 21 و دیگری 22 سال دارد. سومون 1 سال از رقیب بالاتر میستد. در وزن تو 73 کیلو برای به دست آوردن نشان برنجی مبارزه دارند. آگایان سومون سمت راست داشته است. ببینید خیلی خوب در اینجا برای اجرا کردن عمل باید سومون حرکت کند. اگر با همین شیوه گشتن گیرند شاید رفری برای هر دو پهلوان شدو نشان دهد، چون که در اینجا دست و چنگال است ولی عمل نیست. برای اجرا کردن عمل باید آنها خوب گشتن گیرند. آنها به خوبی شیوه گشتن گرفتن رو میدونند. دیدید اکنون همین شکلی که بالا ما قید کردیم رخ داد، یعنی انیخترش برای هر دو پهلوان شیدا نشان داد. این به خاطر دست و چنگال کردن یکدیگر است ولی عمل نبودن. خب اکنون بسیار امکانیت زیبا را سومون در اینجا به دست آورده است و باید سومون امکانیت داشت که در اینجا چون گریبان به هر دو دست میگیرد برای انجام دادن عمل کار میکرد. خب ارمن نو در اینجا حرکتی مقصدناک باید اجرا شود.
دوباره آنها با هم می آیند. قد دراز سومون برای رقیب هم خطر دارد و همچون رقیب هم عکس العمل ها را به کار بردن است. سومون میخواهد که از سمت چپ و راست اصول را انجام دهد، ولی حالا عمل نشان نمیدهند. زمین کار کردن پهلوانان به نتیجه است. داوری کاریگی هر دو را از جای برمیخوازد. نورالله لایقف حالا اکران نشان داده شد و خود درک کرد که فکر میکنم در اکرانی که در مجمع هم از خود را دید که برای سومون گشتن سومون را با دقت نظارت میبرد. از سمت دیگر برای سومون هم مصلحت میدین. ارمن هم در مقابل سومون قوی ایستادن میخواهد. هر دو یک شده دارند. حدود 4 دقیقه پشت سر میشود. فقط اینجا یک شدایی برای هر دو پهلوان است و خلاص. گالانسکا سومون و ارمن آگایان را برای به دست آوردن نشان برنجی رقابتش را ادامه میدهند. خب لحظه ارمن هجوم کرد و در حال او را سومون خوب داشت. طریق گریبان باقی کردن ببینه. در اینجا حالت زیبا است که سومون میتواند رقیب را طریق گریبان و همچنین به سمت دیگر گرداند. نه، ارمن میگریزد، دورتر میرود. طریق گریبان هنوز هم داور نشان میدهد که مت ایستید و رقابت راست شروع می شود. حرکت های پهلوانان نبرد هم چپ هم راست کشتین میگیرند. ما افتیدیم در اینجا. ببینید ارمن آگایان تعجیلا این عمل را انجام داد. کمی فارغبالی سومون را به پهلو برد. افسوس که از نشان برنجی سومون محروم شد. ارمن آگایان پهلوان روز در این نبرد مقام سوم را کسب کرد و سومون در مقام پنجم قرار گرفت. اکنون یک جفت دیگر مبارزه میبرند بهر به دست آوردن نشان دویومی برنجی. فارغبالی سومون لحظه او را از نشان برنجی محروم کرد. باور ندارید، ببینید خود قضاوت کنید. همین حرکتی برجایی که بسیار هم برای آگایان امکانیت خوب آورد. کوچیگاره میگویند داشتن رقیب و میان پای از پشت مانع گذاشتن. حالا یک نبرد دیگر پیشکش ما میگردد دوستان عزیز که این نبرد حتی قهرمان المپی رو در قسمت نیمه نهایی شکست دادن پهلوان ازبک و